مردم کجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچمهای حق برافراشته و نشانهای آن آشکار است. با اینکه چراغهای هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می روید؟ چرا سرگردانید؟ آیا به جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زودگذر دنیا رضایت دادید و به جای عزت و سربلندی بدبختی و ذلت را انتخاب کردید؟ گویا ترس از مرگ عقل شما را ربوده و چون انسانهای مست از خود بیگانه شده حیران و سرگردانید. گویا عقلهای خود را از دست داده و درک نمی کنید. دنیا خانه است که کسی در آن ایمنی ندارد جز آن که به جمع آوری توشه آخرت پردازد. مردم به وسیله دنیا آزمایش می شوند، پس هر چیزی از دنیا را برای دنیا به دست آورند از کفشان بیرون می رود و بر آن محاسبه خواهند شد.